یک مرگ طلب خود را در شهر کابل پایتخت افغانستان ترک کند و دست کم 8 نفر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. ترکش در نزد اتوبوس سربازان نیروهای هوایی افغانستان صورت گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند که در نزد دانشگاه کابل به وقوع پیوست. حمله مرگ طلبانه نخستین حمله طالبان در ماه رمضان است. در شهر کشینیوف پایتخت مولداوا هزاران نفر بعد از تصویب عهدنامه همپیمانی این کشور با اتحادیه اروپا در نزد پارلمان خوشحالی کردند. 59 وکیل پارلمان مولداوا به طرفداری و 4 وکیل مخالف عهدنامه رای دادند. کمونیست‌ها و حزب احیای مولداوا از شرکت در رایدهی به نشانه اعتراض دست کشیدند. مقامات مولداوا میگویند برای پیوستن به عضویت اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد. در شهر پیشاور پاکستان افرادی نامعلوم به خانه یک خبرنگار نارنجک انداختند. بر اثر ترکش در خانه جمشید باغوان رئیس دفتر تلویزیون اکسپرس نیوز کسی آسیب ندید ولی به خانه ضرر رسید. جمشید باغوان به رادیو آزادی گفت دو فردی موتورسیکل سوار قبل از رفتن او به کار با نارنجک به خانه‌اش حمله کردند. به این خبرنگار در گذشته هم 2 بار چنین حمله کرده بودند. در قزاقستان گروهی از فعالان نامه اعتراضی به عنوان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به سفارت این کشور در آستانه سپردند. آنها طلب دارند که روسیه پرتاب موشک‌های پروتون از پایگاه کیهانی بایکنور در قزاقستان را بس کند. به گفته این مردمی اعتراضگر، مواد سوخت هپتیل که در پروتون استفاده می شود کوشنده و برای محیط زیست بسیار خطرناک است. سال گذشته یک موشک پروتون ضمن پرتاب به صدمه دچار شد و مواد سوخت آن در مناطق وسیع نزدیک به بایکنور پهن شد.